مکانی مرموز که کشتی‌ها و هواپیماها در اون ناپدید میشن. مثلث برمودا این منطقه ممنوعه در دریای سارگاسو قرار داره. یه مثلث که با اتصال جزایر برمودا، میامی و سن خوان تشکیل شده. مطمئنم هممون تا حالا هزاران داستان اسرارآمیز و عجیب و غریب درباره این مکان شنیدین. مشهورترین اتفاقات مثل ناپدید شدن 5 هواپیمای آمریکایی در سال 1945 که در یک مأموریت آموزشی بودن و به سادگی بدون هیچ ردی ناپدید شدن، یا مثلا گم شدن یه هواپیما که 32 نفر رو به مقصد میامی حمل می‌کرد و در نهایت ناپدید شدن یک کشتی باربری عظیم الجثه با 300 تن خدمه. واقعا اعجاب انگیزه نه؟ تقریبا حدود 100 حادثه مرموز در قرن 20 توی این مثلث رازآلود رخ داده، اما خیلی از اونها واقعا قابل اعتماد نیستند و هیچ تایید رسمی ندارند. نظریه‌های زیادی وجود دارند که سعی میکنن این پدیده رو توضیح بدن. مثلا تجزیه هیدرات متان در کف اقیانوس که حباب‌های بسیار بزرگی ایجاد میکنه و باعث غرق شدن کشتی‌ها میشه، یا پدیده‌های جوی مثل طوفان‌های سهمگین و حتی تئوری‌هایی مثل وجود موجودات فضایی. به نظرتون چه رازهایی تو دل مثلث برمودا نهفته است و چرا کشتی‌ها و هواپیماها انقدر زیاد تو این منطقه ناپدید میشن؟ اگه دوست داری با اتفاقات مرموز جهان بیشتر آشنا بشی، خوشحال میشم با راست فکت همراه بشی.